سلام و درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی جام جم. به کنکاش خوش آمدید. کنکاش امروز رو ملاحظه بفرمایید. عزت بینندگان گرام زیاد، این حاجی هم نمیخواد اینجا معرفی بکنی. از اون معجوناییه که هرچی همش بزنی بوش بیشتر بلند میشه. نماینده نظام بوده تو تانزانیا، برای اینکه نگیرنش نظام کشیدش بیرون. موضوع بحث بگو ببینم. روزگار امروز شاید روزگار خوبی نیست، به ویژه برای منطقه ما، منطقه خاورمیانه. این بحثا در توش میخوری به کوچه نوری مالکی و بشار اسد و اون جایی که گلگیرت میماله به دیوار. میخوام از درس هایی رو که در عرصه سیاست و رفتار سیاسی ما داشته باشه برای بینندگان ما تشریح فرمایید که چه درس هایی رو میتونیم ببریم و چه بهره هایی رو میتونیم داشته باشیم. میگم از این سوالا نکن، بگو چشم. باقی دونه هاش هم مثل همینه. مشنگه یه خوشه انگور رو برد خونه، به بچه‌هاش نفری یه دونه داد. گفتن چرا یه دونه؟ گفت بقیه‌ش هم همین مزه میده. تا از این سوالای بیمزه بیشتر نکردی، من خودم سربسته بگم که الان میگن عظما روزا میخوابه شبا بیداره، چون که تاریکی شب براش بهتر و قابل تحمل‌تره تا تاریکی روزاش. بسیار نکته قابل تأمل و توجهی رو اشاره فرمودید. من هم حسم این است که اگر ما بخواهیم امروز در جامعه جهانی با ذهن و زبان معاصر آدمیان سخن بگیم، به همین موضوع باید بپردازیم. حاجی من اینو گفتم که بهش نپردازی. 180 درجه زدی به دیوار. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که بهتره دهنتو ببندی، همه خیال بکنن که مشنگ و احمقی، تا اینکه دهنتو باز بکنی دیگه خیال نکنن، بفهمن که مشنگ و احمقی. شرایط امروز ما همینطور که حالا خود جناب عالی هم اشاره کردید شرایط خوبی نیست. چه باید بکنیم؟ متاسفانه حملات بسیار زیادی داره به حوزه اخلاق میشه و جامعه داره به سمت سوی دیگری میره. جامعه که سهله، تو هم داری به سمت و سوی دیگه میری. جمع کن کاسه کوزتو برو بیرون که هر کاریت میکنن باز رازهای نظام لو میدی. 3 تا مثل تو فدای یه تار موی یه گراز، نه به خاطر اون گافش، به خاطر اون رازش که توی دلش میمونه. وضعیت نظام رو نگاه بکنی، نه اون میتونه سوال بکنه، نه این مشنگ میتونه جواب بده. دوربین خودمان رو داشته باشه تا یه بحث اینجا بکنم. شاید هم توی مدت تا من دارم بحث میکنم این حاجی که تکون بخور نیست، اقلا این موجیه رو برن عوضش بکنن، یه موجیه درست حسابی بردارن بدن بیاد تو. بحث اتمی به خود عظمام همینو گفتم وقتی که بار رو سوار میکنی روی ژیان دست دوم فنر شکسته‌ای مثل اون ظریف مشنگ، خب همین میشه دیگه. حالا تریلی هم که بیاری معلوم نیست باید بره بار رو برداره یا اول این ژیانه رو بزنه پرت کنه کنار. الان یکی میگه توافق نهاییه، یکی میگه مرز صلح رعایت نشده. بلا نسبت سگ صاحبش نمیشناسه تو نظام. ته دعوا اینه که آقا این زهری که حالا این بلا رو سر عظما آورده تا ته بخوره یا نخوره. دکتر اومدم سلامی به گرمی آش رشته که با پیازداغ روش نوشته مرامت منو کشته. زغال قلیون تم رفیق میسوزم تا بسازم. دکتر تو عالم لوتیگری 3 راه بیشتر نداریم، با من باشی، با تو باشم، نه این نه اون، با هم باشیم. چروک لباستم اتو بزنی فنا شدم. آب میوه صداتم، چخ کرده نگاتم، کشته خندهاتم، من مرده صفاتم، تو دارم فداتم. تا هستی خاطر خاتم، بعد از مرگ خاک پاتم. نه عشق نه خورشید، چون هر دو غروب میکنن، فقط دکتر که پشت سر هم طلوع میکنن. دوستی با این رفیق بود عین وایسادن رو سیمان خیسه. هرچی بیشتر بمونی رفتنت سخت‌تر میشه، ولی اگه رفتی جای پات همیشه تو کف دل آدم میمونه. تا حالا هندونه که از عقب نیسون بخوره کف خیابون دیدی؟ همونجوری تیکه پارتم. سوراخ جورابتم کوش بزنی هلاک شدم. هندونه بده قاچ کنم، صورتو بده ماچ کنم. نخیر کتاکولو بده فینگر تاچ کنم که روشن شی. خیلی خودمونی شدی ها. حالا که در دسترس نیستی، بینمون این مانع عوضی نشسته، ولی بعد برنامه با هم خیلی کار داریم. همیشه چوب سوختنی نیست، خوردنی هم هست. گاهی وقتا چوب معرفتمونو میخوریم. چی گفتی اینجا؟ هیچی، عرض کردم تو رو به اون
اقیانوس معرفتت، به این چوب خشکم یه فرصتی بدین. شما استراحتون این که چیزی نمیگه که شما بخواین دقت کنید. آره مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که حرف بعضیا رو سرسری گوش کن، دقت میده. اسم چی؟ مرحبی رو دنده قلاس. اسم چی بود؟ آقا بهمن. آقا بهمن، وضعیت مقام عظما الان چطوری است؟ نگرانشم. میونه کدومت یه کامیون شکر. نگران نباش، چون نگرانی امروز از قصه فردا کم نمیکنه، فقط شادی امروز تو ضایع میکنه. حالا تو هم سر وضعیت عظما یه خورده براش تعریف کن. ما امروز در فضای سخن میگیم و در موقعیتی سخن میگیم که متاسفانه دچار بحران‌های بسیار بسیار نافرجام و ناستوده است. فکر میکردم فقط زیر خط فقر داریم، زیر خط فهمم داریم. همه چی رو لو داد. شانس آوردی دکتر گوش نمیکرد. وارد بحث روز نشو، خراب میکنی. از آمال و آرزوهای امام بگو. آمال و آرزوی امام چیزی نبود جز جهل و جهالت و نادانی، نماد خشونت، نماد تبعیض علیه زنان، نماد نقض حقوق بشر. آخه تو رو آوردن اینجا یه خورده فضا بسازی، زدی همه چی رو لو دادی، داغون کردی لامصب. خدا زیادت نکنه که دنیا طویله میشه. حاجی مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که تو زندگی دو نفر باش، یکی برای خودت، یکی برای دیگران. برای خودت هر چی خاصی زر بزن، برای دیگران خفقون که بذار راحت بشن. آیه دکتر، بعد جوری تو داستان اتمی و حقوق بشر گیر کردیم. چرا وضعیت به اینجا کشیده شده؟ بعدیش اینه که وضعیت تو داخل و تو خارج عین چرخ دنده گیر کردن به هم. الان حقوق بشر هم بیخ پیدا کرده که هر کی یه سازی میزنه. اگه نظام بخواد با همه این سازا برقصه، نرمش قهرمانانه که سهله، باید بالای دریاچه قم بره مقام عظما. این وسط صادق لاریجانی مشنگم فرستاده بودن سفیدسازی بکنه، زد همه جا رو سیاترش کرد. وسط صحبتش که میخواست آروم کنه، یهو فیلش یاد هندستون کرد که کاش یاد قبرستون کرده بود. گفت موقع نهی از منکر پیشونی طرف رو باید کوبید. ولی اصل دعوا اینه که اگه میخوای را تو اینوری باز بکنی با چشمک و چراغ، خب اونوری شل میشه، یه باری رو نظام خالی میشه که اون سه تا لاریجانی دیگه هم اگه به همه رو ببندی به یه گاری نمیتونن بکشنش. تازه الان یه ائتلاف بدی هم درست شده که نگو. آیا واقعا تشکیل یک ائتلاف جهانی و مبارزه نظامی با این روند و فرایند کار درستی است یا کار نادرست؟ به نظر من برمیگرده به تحلیل این پدیده. تنپه برمیگرده به تحلیل پدیده بغلیش. واسه کسی کلاس بذار که هم کلاسش باشی، نه واسه دکتر که تو کلاسش راحتم نمیده. دکتر لطفا خودتون اون بحث گاری نظام رو ادامه بدین، این که هیچی حالیش نیست. خلاصه میگم برات، گاری وقتی درست میره که دوتا اسبش با هم برن. گاری نظام و عظما و حاجی رفسنجانی با هم که نه، از دو طرف مختلف میکشن. به خاطر همینم افتاده به جیر. آی دکتر، شما مقام عظما رو تا مقام اسب آوردین پایین. قربونت برم، عظما از خداشه که وضعیتش با مقام اسب مساوی بکنه. دهن منو باز نکن که بگم تو نظام خیلی ها بلا نسبت اسب که سهله، چیزم قبولش ندارم. شما علنا به مقام عظما گفتین اسب، تلویحاً گفتین خر. حتی یه آقا بهمن هم فهمید که شما چی میگی. قربونت برم، این بدبخت بیچاره چه میفهمه؟ چرا یه چیزی که خب حالا این نفهمه بیننده های عزیزمون چی میگی؟ آخه این حرفا که خوب نیست آیه دکتر. بین خودمون باشه اشکال نداره جلو دور. خیلی بده آیه دکتر.